در شهر گلستان بخشیده به 33 سالگی روز تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان چهارپینی تنتنوی با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد، رهبریت شهر، نمایندگان مقامات دولتی، سابقه‌داران، افسران و سربازان و آموزگاران و خوانندگان برگزار گردید. نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد پیام تبریکاتی رئیس ولایت سوغد را به سمع حاضران رسانید. تاکید گردید که تأسیس قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از دستاوردهای مهم دوران صاحب استقلالی بوده، در شرایط نهایت مرکب سیاسی و اجتماعی و نظامی به وقوع پیوسته است. نام برده از جسارت و فداکاری سربازان و افسران در سالهای دشوار سالهای اولی صاحب استقلالی یادآور شده، نقش آنها را در برقرارسازی صلح و ثبات، حفظ ساخت کنستیتوسیونی و تامین امنیت کشور بلند ارزیابی نمود. ذکر گردید که با غمخوری پیوسته سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان، امروز ارتش ملی به نیروی پراقتدار و سپری با اعتماد دولت و ملت تبدیل یافته، شرایط خدمت و زندگی خدمتچیان حربی سال از سال بهتر می‌گردد. ارتش ما در زمینه صفر در جای خالی تشکیل شده بود و در این تشکیل نمودن ارتش سهم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان بسیار کلان است. من خودم همچون رئیس اتفاق والدین سربازان در همین 15 سال آخر زیاده از 15-16 قسم‌های حربی سفر کردم و روز سال از سال شرایط خدمت، خورد و خوراک، سر و لباس بهتر شده است. این فقط فکر من، این فکر والدینی که همراه آنها من سفر کرده بودم. صداقت به سوگند حربی، جسارت و مردانگی، اجرای وظیفه‌های خدمتی خدمتچیان حربی و سرجمی و متحدی ملت تاجیک امکان فراهم آورد که تاجیکستان در سمت و ساحه‌های گوناگون به پیشروی‌های نظررس نائل گردد. امروز قسم‌های نظامی و دیگر جزو تام‌های ارتش ملی جمهوری تاجیکستان با تکنیک و تجهیزات و شرایط مکملی بود و باش افسران و عسکران مهیا میباشند و در صف قوه‌های مسلح جوانانی از جهت جسمانی آب و تاب یافته، زیرک و چالاک، وطندوست، میهن‌پرست و خودشناس و خودآگاه سربلندانه ادای خدمت می‌نمایند. قید کرده شد که امروزها صدها نفر جوانان شهر گلستان در صف قوه‌های مسلح با سربلندی ادای خدمت مادر وطن نموده، با حس بلند وطندوستی، صداقت و مسئولیت شناسی قرض شهروندی خود را اجرا می‌نمایند. در ادامه چاره‌بینی به یک قطار کارمندان فعال ساحه برای خدمت‌های ارزنده، سهم نظررس در تحکیم اقتدار مدافعوی کشور و تربیت حس وطندوستی در ضمیر نسل نورس و جوان با مدال، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. در قسمت آخر چاره‌بینی بهر بالیدروهی اشتراکچیان برنامه رنگین فرهنگی فراغتی که ترنمگری وطن، صلح و ثبات سرتاسری را افاده می‌کرد، پیشنهاد حاضرین گردید.